برادران نهایت گرامی، خوشحال هستیم که امروز در مابین هموطنان عزیز در شهر مشهد خود را می‌بینیم. خداوند همیشه ما و شما را با خوشحالی و با اتفاق و با اتحاد همینطور یک جا کند. برادران عزیز، خداوند و ما و شما احسان کرد که از اشغال وطن خود را آزاد کردیم. خداوند آزادی و استقلال پیرزو کرد. الحمدلله ما و شما حکومت داریم که همه مردم افغانستان خود را میبینه که در وطن عزیز آرام و با امنیت زندگی داره. وزیر باشه یا مامور، خان باشه یا فقیر، برای همه شب و روز در تمام افغانستان هیچ مشکلی وجود نداره. این برای ما و شما یک انعام خداوندی هست. واقعا مثل که برادرها گفتن، مهاجرین سر حکومت خود بسیار حق داره. مهاجرین که برای رضای خداوند و برای حمایت از جهاد هجرت کرد، وطن عزیز خود را ترک کرد، این یک قربانی بود. امارت اسلامی افغانستان قدر شما مردم را میشناسه و این هم یک واقعیت است که ترقی و تمدن بعد از هجرت، در این هم یک حکمت خداوند هست. مهاجرینی که به کشورهای مختلف دنیا و جهان رفته، الحمدلله از نگاه کسب و کمال، از نگاه تعلیم و تعلم بهره گرفته و تحصیل کرده، تجارب حاصل کرده. وطن به شما ضرورت داره، به شما نیاز داره. ما خوشحال هستیم که امروز بعد از 10 سال که تیر شده یک حکومت داریم که حکومت مردم افغانستان است. چه معنی؟ سابق اگر حکومت بود، حکومت از مسئولین بود. افغانستان از مسئولین و از وزرا و از والی صاحبا بود. و این معنی که اگر کس با او جور می بود، با او همراه می بود، او با افغانستان و به خانه و به قره خود رفته می تانست. اگر نمی بود مجبور به فرار و مهاجرت. ولی امروز اگر کس در حکومت باشه یا نباشه، با حکومت همکار باشه یا نباشه، حکومت خوش داره یا نداره، هیچ کس در تمام افغانستان نمیتونه که کس از قریه و مسجد و خانه و باغچه و وطن خود منع کنه. هر کس با آزادی میره و میآید، مشکلی نیست. کسانی که مشکل برای خود ساخته و به خاطر از این فریاد میکنه که برای ما خطر است که ویزای خارج را به دست بیاره، او گپی علیحده است. ولی در حقیقت در تمام افغانستان الحمدلله از بدخشان تا نیمروز، از هرات تا بولدک هیچ مشکلی نیست. این یک تحویل بزرگ خداوند نصیب ما و شما کرد. امروز بعد از 45 سال در تمام افغانستان، در یک قریه، در یک جریب زمین، در 1 متر زمین الحمدلله تسلط مخالفین نیست. تمام جزیره های قدرت ختم شده، ملک الطوایفی ختم شده. هیچ کس نمیتونه که بگویه که ما زورآور هستیم و تو کمزور هستی. نه راه ها برای خارجی بند میشه، نه برای مسئولین داخلی، نه قطارهای بادیگارد پس و پیش وزیر صاحبا هست، نه دیگه کش و پش. نیکنام، کامیاب و مقبول آن کس است که خوب خدمت بکنه. الحمدلله شما صاحبان علم و دانش هستی.
از جریانات با خبر هستی که به این حالت وقتی که امریکا و ناتو شکست میخوره از افغانستان میره، کوشش شروع کرد که چطور بعد از او حکومت افغانستان با مشکلات و با سقوط روبرو شد. حتی در میدان هوایی کابل شیشه های کامپیوترها را هم شکسته، هلیکوپتر، موتر، شیشه کلکین و دروازه را این را هم شکست. نمیخواست که یک چیزی خوب اونجا بمانه، ولی خداوند احسان کرد و نمو صدها میلیون دلار، میلیاردها دلار هم قطع شد، حمایت سیاسی غربیا هم قطع شد، ولی الحمدلله وقتی که نوت و افغانی ما و شما به 130 رسید، عالی به 69 آمده. به سطح جهان، نه به سطح منطقه، به سطح جهان یگانه کرنسی و نوت هست که در مقابل دلار بالا رفته. یه به خاطر ازی که اداره سابق چون کتابی امریکا بود، پس مجبور بود که سیاستی را به پیش ببره که هدایت از امریکا میگیره. امریکا در منطقه مشکلات داشت، ولی امروز حکومت فعلی افغانستان با کشورهای همسایه، با کشورهای منطقه تعلقات خیلی خوب داره. تماما بنادر افغانستان باز است، با تماما کشورهای منطقه تجارت داریم. افغانستان علی الحمدلله به مرکز ترانزیت و اقتصاد مبدل شد. حالی ما و شما در مابین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی نقطه وصل هستیم و کوشش جریان داره که شمال و جنوب هم وصل کنیم. حالی کوشش جریان داره که سرک واخان به چین وصل شود تا که از او طریق باز از افغانستان تیر بشه به ایران تا که آن با اروپا و با ممالک دیگه و دیگه برسه. تا وقتی که ما و شما خودیم دست به کار نشویم کشور ما آباد نمیشه. یک کشور بزرگ به سوال و به خیرات هرگز آباد نمیشه، ولی ما و شما با این امکانات کم و کوچک توانستیم که در 20 سال میلیاردها دلار سالم جور نمیشد، ولی الحمدلله جور شد. پروژه های بزرگ الحمدلله شروع شد. شما شاید اکثر از هرات می باشی، احصایی دقیق خود نداریم. چند روز پیش به هرات رفته بودیم، گفت که وقتی که تحول آمد 100 و چند پاپریکا فعال می بود، حالی از 600 بالا رفته. نمیتر بود ریسه و درست په دې خاطر چې دولت حمایت وکړي هغه شی چې په عمو چیزایی که در افغانستان تولید میشه 100% حمایت شد، به این خاطر فابریکات زیاد شد. عالی وزیر صاحب تجارت او رو شکایت کرد که حیران هستیم که مردم برای تاسیسی فابریکاها زمین میخواهد که چطور برای زمین تهیه کنیم. در هرات، در کابل، در کندهار، در ننگرهار، در مزار. یعنی مردم اطمینان حاصل شد. اختطاف هایی که اردوی داخل و ده هزار قوای مسلح خارجی در افغانستان موجود بود، یعنی در تنها در کابل در ما 60 70 80 اختطاف می شد. در هرات چه حالت بود؟ در مزار چه حالت بود؟ حالی الحمدلله اختطاف کنترل شد، فساد کنترل شد. همینطور که شما دیدی مهاجرینی که از پاکستان به زور اخراج می شد یا از کشور جمهوری اسلامی ایران می آمد، خوب خدمتش شد. اینطور حالت اگر بر هر حکومت پیشرفته هم بیاید شاید کنترلش مشکل باشه، ولی الحمدلله از بولدک و تورخم شروع تا هر جای کنج و کنار کشوری که میره با موترهای حکومتی
به خانه های خود رسانیده میشه و مصرف و خرچ اولیه هم داده میشه. الحمدلله ما و شما در او امتحان هم کامیاب شدیم. وزرا بیچاره رفت همونجا در ترخم خیمه زد، همونجا برای مهاجرین می بود تا وقتی که اینمی مشکل کنترل میشد. همینطور در بخش های دیگه اقتصادی کوشش جریان داره که چطور به مردم کار پیدا شود، چطور مردم در داخل مصروف شود که الحمدلله هسته هسته در این عرصه خوب پیشروی داریم. فعلا تنها از طرف حکومت در چوکات حکومت 1,40,000 مامور داریم که تنخواه برش داده میشه. 40-45,000 کسانی است که در شرکت های حکومتی کار میکنه. یه از سابق الحمدلله زیاد شده و اینطور هم نیست که تنخواه اینطور است که بیخی کم است. نه، هر مامور میتونه که به تنخواه خود گزاره خود بکنه. درباره اتفاق و اتحاد الحمدلله که در تمام افغانستان و تنظیم بازی و قوم پرستی و سم پرستی و ختم شد. بس افغان است، مسلمان است. از هیچ کس پرسان نمیشه که تو از کجا هستی به کجا میره. فقط مجرم گرفتار میشه. دیگه مردم افغانستان به هر طرف هر چی کار که میکنه آزاد زندگی داره. یعنی باور بکنید وزرای کابینه که به ولایات میره، به دور و دراز میره، بس در یک موتر سوار میشه میره. اگر اعتماد سر مردم نمی بود پس چطور میتونه که بره؟ تبلیغات میشه گوناگون که امارت است و یه میکنه ولی مردمی که در داخل است الحمدلله راضی هست، خوشحال است. مردم افغانستان اگر راضی نباشه به زور کنترل نمیشه. اگر میشد چرا ناتو و امریکا و کشور دیگه با او زور و تکنولوژی که داشت نتونستی کنترل کنه؟ اتحاد جماهیر شوروی با او غرور که آمد نتونستی کنترل کنه. حکومت های داخلی نتونستی کنترل کنه. امروز که امن و امان است معنی از است که ملت راضی است، ملت با حکومت است. شما در جریان هستی که در 11 روز تمام ولایت فتح شد. مثلا یک مثال میگم، بدخشان پیش از کندهار فتح شد ولی یک کس نه از کندهار به بدخشان رفته، نه از ننگرهار به بدخشان رفته، نه از مزار به بدخشان رفته، نه به سریپول رفته، نه به دیگه ولایت. هر ولایت تر مردم خود مثل که یک قیام ملی بود فتح کرد. یک شما با یاد داری، کلانا اکثر با یاد داره وقتی که رژیم کمونیستی شکست خورد تمام افغانستان چور شد بدون از چند ولایت هر چیز، حتی طیاره و تانک پرزه شد و کبار شد و پروخ رسانیده شد. ولی الحمدلله در این تحول هر چیز به جای خود ماند، هر چیز محفوظ شده، از وسایل، از اسلحه، از دفاتر، هر چی که از بیت المال بود. یعنی مثلا ما به حیث مسئول وزارت خارجه در تمام وزارت خارجه یک قلم هم ضایع نشد الحمدلله. ورونو دا یو فرصت ته چې د دې فرصت نه ښه استفاده وکړو. دا یو د ورورۍ فضا راغلی ده، د اخوت فضا راغلی ده او هر چاته د هغوی د استعداد او د لیاقت او د صداقت له امله په درنه سترګه کتل کیږي. اوس دغه حالت باید وساتو تر څو د خپل کور په خپله جوړ کړو، یو بل ته لاس ورکړو، یو د بل ملګرتیا وکړو، یو له بل سره د ورورۍ او د اخوت گزاره وکړو. دا زمینه الحمدلله مساعده ده. ټول افغانان مهاجرین هر څوک چې راځي هیڅ تشویش نه کوي. حتی موږ هغه څوک، هغه جنرالان، هغه والیان، هغه وزیران چې په جنگ کې ولاړو چنټې تړلې وې، مجاهدین شهیدانولې شهیدان کړي وو،
هغه داسې ګیر شو بیرته عاپس شو آزاد ګرځي هېڅ خبره نشته. موږ الحمدلله اوس په ټول افغانستان کې سیاسي بندي نه لرو. تاسو ته به یاد وي چې په دې وروستیو کلو کې د کابل ادارې اعلان وکړو د جمهوریت په دوره کې چې موږ د زندانیانو دپاره نوي بلاکونه جوړو، نور نه په باګرام کې ځایېدل، نه په پلچرخي کې ځایېدل، نه په د ولایاتو په محابسو کې. خو نن الحمدلله ټول خلک آرام دي، سیاسي بندي نه لرو او مشکلات هم نشته، امنیتي پیښې هم نه لرو. نو دا د موږ تاسو لپاره یو فرصت ده چې له دې فرصت نه باید ښه استفاده وکړو. در این روزا شما شاهد بودی که کنفرانس بزرگ در تهران دایر شده. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دعوت داده بود. در اون کنفرانس هم شرکت کردیم. موقف امارت اسلامی افغانستان درباره مردم فلسطین و غزه اعلان کردیم و این موقف ماست که از مردم و از مبارزه و از جهاد فلسطینا حمایت میکنیم و سرش که فلسطینا و سر فلسطین که رژیم صهیونیستی کدام ظلم و وحشت میکنه او را محکوم میکنیم. این موقف ما است. تمام مسلمانان به این نظر است. حتی کشورهای جهان شما دیدی 153 کشور رای داد که باید اونجا آتش بس شود، ولی امریکا که نه از فلسطین است نه از اسرائیل او قبول نمیکنه. این خود ظلم است. نمی نظام جهانی که بعد از جنگ دوم جهانی به وجود آمده، در این عدالت نیست. یک کشوری غریب و بیچاره با یک بسیار گپی خورد زیر تعزیرات و تحریم ها میاره که تو خلاف حقوق بشر هستی، حقوق بشر را پایمال کرده ای. ولی در غزه بیش از 20,000 مردم بیگناه شهید شدند، مظلومانه، که بیشتر آنان زنا و بچه و خردها بود. ولی اونجا هیچ کس برش نمیگه که چی میکنی؟ جمهوری اسلامی ایران فعلا با ما بسیار خوب تعلق داره. ما کوشش میکنیم که در عرصه اقتصاد و تجارت و ترانزیت دیگه هم پیشرفت ها داشته باشیم. همچنان در مشکلاتی که با مهاجرین به او روبرو هست و هم مطرح کردیم. در بعضی امور وعده داد که انشاءالله مشکلات حل میکنیم. در بخش سیاسی هم الحمدلله سفارت ما، کنسولگری های ما فعال است و در افغانستان سفارت و کنسولگری های ایران فعال است، خوب فعالیت داره. پاسپورت یک دیگر را قبول میکنیم، ویزا یک دیگر را قبول میکنیم، تجارت با یک دیگر داریم، نه تنها با ایران بلکه با تمام کشورهای منطقه. و این به ما و شما امیدواری میده که هم در بخش اقتصاد میتونیم که پیشروی داشته باشیم، هم در بخش امنیت، هم در بخش سیاست. خداوند ما و شما را توفیق بده که در امی پروگرام ها و امی نظم که آمده در اون موفق شویم، با یک دیگه همکار شویم و خداوند ما و شما را همیشه در تو یک محافل خوشحالی یک جای کنه. دیگه وقت قیمتی تا نمیگیریم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.